مارکت می داستان تلخ زندگی یک مادر بیاید با هم بشنویم. دیدیم شما اولادم مجبور هستم که اولادم متاسفانه مردم افغانستان در چه روزگار قرار دارند. یعنی حالا مال رایی کردیم چه وقت بفروشیم رو. کراچی دارین گفتین؟ خودم کراچی دارم. کجا از کراچی تان؟ در سرک بستان. کراچی چی دارین؟ کراچی میوه داریم، ترکاری و ریمی کیوی چیز میفروشیم. مرد خانه تان کجا هستن؟ شوهرم مریض است. اصلا شوهرم فوت کرد. ایوارم گرفتیم. 21 نفر هستیم، نمیتونه چلاندم. من به اعتماد خودم کار میکنم. به خاطر پایداری تیم. 21 نفر در یک خانواده. کاربار نیست. بچه جوان ندارین؟ بچه کلانم 10 سال است. دخترکم کلان است. به یک سیاست کار میکنم. برام به تحصیل است میگردم. باش مرا سر کراچی نبرم. و مارکت ما مال خریدن و ترس میاییم. مال بار میکنم بعد پس میرم. چی بکنی؟ چی بخوری؟ افغانستان میگم باشی. خیر باشه مادر جان جگرخونی نکنین. در خانواده چند نفر هستین؟ در مجموع 9 نفر هستیم. 9 نفر هستین. شوهرتان هم تکلیف داره؟ شوهرم کار کردن نمیتونه؟ نه خسر بدون سفید. دو فامیل هستیم و وطن ما به خاطر اولادم در کابل. امی دو فامیل خانواده امی دو فامیل خرجش خودتان پیدا میکنید؟ نه از اولادم میتونم ما دیگه اونم تو هستن در پدر. دیگه روز هم به ما زنگ زده بود وقت پروان است. میگم ما چی بخوریم؟ اصل وطن پروان است. اصل وطن پروان است. از کجای پروان هستین؟ اصلا چردی قربان است. مادر قندم زندگی از مشکلات سر انسان میاد. شما خدا جگرخون نکنین. تو رفته بالا رفته به حال بال رای کردیم. گفتم چه وقت بفروشم نرفتم. گفتم اینجا حساب شدم. گفتم خداوند از یک طرف رحم کنه. اینا کردی بچه که میگه بیرو. یک چیزی به افطار گرفتین ولی؟ هیچ چیزی نگرفتیم بیادر. غیر ده مانی یک نفر دادم اونو بگیم کرایه را کنم خلاص. بیا لالا گلم بلانی داری؟ یک 5 تا بلانی برام اینجا بده. بیادر فدای خدا بکی بکشی. بکی بکشی. مردم تو اطالت آمده که خار غریب خود زیری دست خود نمیگیره. دیگه پایمال کنه میره. صدای ما را کسی نمیشنوه بیادر. خدا بزرگ است. خداوند مشکلات شما و پریشانی همه را آسان بگردانه. چیزی که در توان ماست این 500 افغانی را شما بگیرین. یک 5 تا بلانی هم برای افطار هم اینجا براتون میتاییرم بگیرین. دیگه خداوند دیگه مشکلاتتان آسان بگردانه. موبایل دارین؟ حالا جان موبایل دارم. همین شماره موبایلتون هم برام بدین. یعنی 5 تا بلانی رو بگیرین که وقت افطار است باز افطار بکنین. مال لالای گلم پیسې ته بگی. میفهمین از یاد شماره شد؟ بله جان. شماره تا اینجا سفتش کو پس زنگ بزن. آره با این دوست کار داره.